كشفت مواقع إلكترونية غربية عن قيام الأرجنتيني ليونيل ميسي بتحويل مبلغ مالي قيمته $1,000,000 خلال الأيام القليلة الماضية لدولة الكيان الصهيوني. فشكرا يا ميسي على مساهمتك الفعالة في قتل أطفال غزة الأبرياء. تفاصيل أكثر مع كريم شاعر. بسیار کسا تلاش میکنه میرن در اون جایی که اسباب ورزش فروخته میشه، میگه دمه یک دانه یه خنفاق میگین چی میگین فوتبالیستا که میپوشه؟ بلوس. میگه یک دانه بلوس بده که از میسی باشه. همیشه به شما نگفتم که همین میسی که این فوتبالیست آرژانتینی بود دیگه که این همه جوانای ما کشته و مرده رو هستن، $1,000,000 کمک کرده اسرائیل که جوانای مسلمان و بچه ها و کودک و زنها رو تو دسته قتل عام بکنن که اسلحه بخرن، تیر بخرن، مسلمان رو بکشن. هست یا نیست همون جوان ما افتخار میکنن، میگه اینی توپی را که مثل میسی بود. عزیز من قبلا هم 2 هفته یا 3 هفته پیش گفتم اینمی میسی که تو به او افتخار میکنی، اینمی میسی دشمن حضرت حق سبحانه و تعالی هست. اینمی میسی $1,000,000 به اسرائیل کمک کرد تا برادران مسلمان تو را به خاک خون بکشانند. به اسرائیل $1,000,000 کمک کرد که فلسطین را بزن. امین میسی اگر تو نداری کلیپش پیش ما هست. اینمی میسی که امروز جوان مسلمان به او افتخار میکنه. بینیمی کثیف تاریخ که از خوب به پیشگاه خدا بدتر است. میسی یهودی است. یهودی الله در قرآن اعلان میکنه لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود. ای مؤمنان، ای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم، سخت‌ترین دشمن شما در کره زمین یهود است. یهود. امروز مسلمان به میسی افتخار میکنه، به میسی افتخار میکنه که تو به من مثل میسیست. چرا به ابوبکر صدیق افتخار نمیکنی؟ چرا به عمر جان افتخار نمیکنی؟ چرا به بلال جان افتخار نمیکنی که به یک انسانی که از خوب بدتر است به پیشگاه خدا؟ الله میگه اولئک کالانعام، اونها مانند چارپایانن، بل هم اضل، بلکه از چارپایان هم گمراه‌ترن که یک همون میسی هست. ای کاش که من انگلیسی را خوب بلد می بودم که یک پیام برش میماندم از طرف جوانان مسلمین که ما در تو افتخار نمی کنیم. افتخار ما با عمر است. بگو الله اکبر. افتخار ما به یک جوان فلسطینی هست که بیرق اسلام به دستش الله اکبر میگه و از خانه خدا دفاع میکنه. تکبیر.